دادگاه ولایت ختلان عبدالستار سلطانوف ساکن 21 ساله دهه مهرآباد جماعت ثروت استقلال ناحیه کوشانیان را که دانشجوی سال سوم دانشگاه شهر بختار هم بود با جرم سوءقصد به کشتار از اسیات اوباشی ماده 32 قسم 3 104 قسم 2 و اوباشی با استفاده از سلاح سرد ماده 237 قسم 3 به 15 سال و 6 ماه محبس نظامش سنگین و برادر او امید رجبوف با جرم اوباشی ماده 237 قسم 3 به 3 سال زندان نظامش عمومی محکوم کرد. حکم این دو برادر هنوز 29 اکتبر صادر شده است ولی مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان جزئیات آن را تازه روز 24 دکبر نشر کرد. بنا به فرضیه تفتیشات سلطانوف عبدالستار رجبوویچ سال تولدش 2000 دوم ماه سال 2021 تخمینا ساعت‌های 9:00 دقیقه با همراهی برادرش سلطانوف امید سال تولدش 1990 با مقصد با دیوار محکم کردن 2 متر زمین روی پشت دروازه منزل استقامتیشان در آنجا تا کرسی بتونی ریختنی شدند. همسایه آنها بولتایف عبدالمومن، برادرش بولتایف سیمومن و پسرش فردوس عبدالمومن از این آگاه شده به آنجا آمده از برادران سلطانوف خواستند که روی درآمد منزل استقامتیشان را محکم نکنند. سلطانوف باشد به آنها جواب رد دادند و در همین زمینه ظاهرا ناچیز بین همسایه ها مناقشه سر زده است. بنا به فرضیه تفتیشات سلطانوف اول از اسیات اوباشی بولتایف را لطکوب کرده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نموده. هنگام مناقشه سلطانوف عبدالستار رجبوویچ باز حرکت‌های اوباشانه خود را ادامه داده از این کار خود قانع نشده با مقصد قصداً از حیات محروم نمودن از صحن اولیه منزل استقامتیشان یک عدد کارد آشخانگی را گرفته به یگان اساس از اسیات اوباشی به بولتایف عبدالمومن، بولتایف سیمومن و فردوس عبدالمومن هجوم کرده با کارد در دست داشتهش با مقصد انجام دادن قصد جنایتکارانه خود یعنی از حیات محروم نمودن به بولتایف عبدالمومن، بولتایف سیمومن و فردوس عبدالمومن جراحت‌های جسمانی رسانیده است. گفته می شود در اطلاعیه دادستانی کل تاجیکستان بعد این مناقشه برای یک دروازه 3 نفر از عائله بولتایف را با بدن خونشور به بیمارستان و برادران سلطانوف را پشت پنجره بردند. متاسفانه چنین موردهای مناقشه ها بین همسایه ها و حتی بین خویشاوندان نزدیک برای یک پارچه زمین در تاجیکستان کم زمین خیلی زیاد است.